خب یه تمرینی داده از ریاضی نهم فصل 4 جذر ریشه. خب شما با جذر ریشه در پایه 8 هم آشنا شدید. خب تمرین داده به ساده ترین صورت بنویسید. رادیکال 18 به علاوه رادیکال 32. خب رادیکال 18 و رادیکال 32 خب میدونید که جذر کامل نیستن. ما میایم رادیکال 18 و رادیکال 32 هر دو را به عامل‌های کوچکتر تبدیل میکنیم، به شرطی که یکی از اون عامل‌ها جذر کامل باشن. مثلا چطور؟ رادیکال 18 رو می‌نویسیم 9 ضرب در 2، یعنی 9 2 تا 18 تا، به علاوه رادیکال 32 رو چه میتونیم بنویسیم؟ 16 ضرب در 2، 16 2 تا 32 تا. خب به هر دو عدد یه رادیکال میان، رادیکالا رو از هم جدا میکنیم، یعنی به هر کدوم یه رادیکال میدیم. میشه رادیکال 9 ضرب در رادیکال 2 به علاوه رادیکال 16 ضرب در رادیکال 2 مساوی. خب رادیکال 9 جذر کامله، میشه 3 ضرب در رادیکال 2 به علاوه 16 هم جذر کامله، 16 میشه جذر چی میشه؟ 4 ضرب در رادیکال 2 مساوی. خب میدونید که رادیکال 2 جذر کامل نداره، به خاطر همین خودش میمونه. خب 3 تا رادیکال 2 به علاوه 4 تا رادیکال 2. ببین 3 تا اینجا رادیکال 2 داریم، 4 تا اینجا رادیکال 2 داریم، وسط هم جمعه. پس با هم جمع میشن. 3 با 4 میشه چی؟ 7 رادیکال 2. 3 با 4 جمع شد، رادیکال 2 هم یکیشو مینویسیم. 7 رادیکال 2 به همین راحتی.